السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز درباره علامت‌های قیامت، علامت‌های کبرا میگن، علامت‌های بزرگ روز قیامت، اما علامت‌هایی که اگر آنها ظاهر شدن روز قیامت برپا میشود. یکی از آنها ظاهر شد. برادران، این عکس 2 روز پیش به من رو داده بودن، برای همین من نو علامت‌های خرد نوبر کردیم. 2 روز پیش امروز علامت‌های چی کلان شد. میگه علامت‌های روز قیامت، علامت‌های بزرگ روز قیامت، اینا همون از همه آخری که انسان در روی زمین چی میشوند، مردم اینها را مشاهده میکنند و اینها همگی 10 علامت‌های روز قیامت یا نشانه‌های روز قیامت هستند. وقد اختلف العلماء في ترتيب هذه العلامات لأنهم لم يقفوا على نص صريح يجمع هذه العلامات مرتبة ترتيبا زمنيا. علماء اختلاف کردند در ترتیب همین نشانه های روز قیامت. برای چی؟ برای که اگان دلیلی صریح نیست، که دلیلی آشکار و بیان نیست، که همین حدیث آمدگی نباشد که همین چرا همین نشانه های روز قیامت پی در پی که یعنی که چی کند وارد شده باشد یا که ذکر کرده باشد. فحديث الذي جمع هذه العلامات وردت له روايات متعددة، كل روايات لها ترتيب مختلف عن أخرى. برای همین حدیثایی که آمدگیان و روایتایی که آمدگیان همش گوناگونن و همش یعنی که هر گونه هستند، نه همش به ترتیب آمدگی، همش ترتیبای هر حدیث ترتیباش هر گونه هستند. برای همین الحديث الذي جمع علامات الساعة الكبرى رواه حذيفة ابن أسيد الغفاري. حدیثی که نشانه های روز قیامت جمع آوری کرده است، این حدیث حذیفه ابن اسید الغفاری است از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و رواه امام مسلم عنده بلفظین. امام مسلم روایت کرده است به 2 لفظ، یعنی به دو گونه لفظ روایت کرده است. کل لفظ له ترتیب مغایر الاخر. هر یک لفظ از این لفظ ها چیه؟ از حدیث دیگه فرق دارد در ترتیب همین نشانه ها. در یکم روایت می فرماید که یقول حذیفه اطلع النبی صلی الله علیه وسلم علینا و نحن نتذاکر. حذیفه گفت که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به پیش آمد و ما چی نتذاکر، یعنی که چی ذکر میکردیم، یک جای با چند نفر ذکر میکردیم، ذکر خدا. فقال ما تذاکرون، گفت شما چی ذکر میکنید، درباره چی ذکر میکنید؟ قالوا نذكر الساعه، گفت ما چی را ذکر میکنیم؟ روز قیامت ذکر میکنیم، بیاد میاریم روز قیامت. قال انها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آیات. میگه روز قیامت برپا نمیشود تا آنی که شما 10 نشانه ها را، 10 آیات ها را یا که نشانه ها را پیش او نبینید، پیش روز قیامت. پس سر کرد چی؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نام گرفتنی همین چیارا. فذكر الخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج و3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. گفت که یکمی آنها چیست؟ الخان و دجال. گفت که و دبه حیوانی بزرگی که میبراید، حیوانی کلان بزرگ. طلوع شمس من مغربها، برآمدن آفتاب نه از مشرق بلکه از مغرب عکس میبراید. فرآمدن عیسی علیه السلام، برآمدن یعجوج و مأجوج و 3 خسوف یعنی که خداوند زمین فرو میبرد. خسف میگه فروبری زمین در مشرق، فروبری زمین در مغرب، فروبری زمین در جزیره عرب، در داتای عربی. و آخری آنها چی میگه؟ آتش میبراید از یمن که مردم را به چی؟ به یک طرف جمع می آورد، به یک محشر، به یک جای همه مردم جمع می آورد در یک جا. این روایت چی بود؟ روایت مسلم. روایت دیمش چی بود؟ میگه روایت اخرى ان الساعه لا تكون حتى تكون 10 آیات. روز قیامت برپا نمی شود مگر تا 10 نشانه از آیات های خداوند نبیاید.
یکم گفتیم خسف بالمشرق، خسف در المشرق، خسف در المغرب، خسف جزیره عرب و دجال و دخان. گفتیم چی؟ دخان یک دودی میبراید. دجال گفتیم همون داب و حیوانی کلانی که میبراید در زمین، یعجوج و معجوج و برآمدن آفتاب از مغربش. و نار آتش از چی میبراید؟ از قعر عدن در حر الناس. از قعر عدن یعنی که از یمن میبراید، آدما را به یک جا تکان میدهد و تیله میدهد. و در روایت دیگر آمده است که والعاشرة دهم چی فرامدن عیسی علیه السلام روایتش که از مسلم. گفتیم در چی؟ فاین کانت الامر فالله اعلم بترتیبه الزمنی. پس هر چنده که فرامده باشن هر گونه، پس خدا میداند امین ترتیبی در وقت بدنش، ترتیبی کدمش یکم یا کدمش دویم کدمش سوم. الا ان المعلوم لدينا انه اذا ظهرت علامه تبعتها بقيه العلامات. ولی برای ما معلوم است که وقتی که یکم نشانه که پیدا شد و ظاهر شد، پس دیگراش چی در همون پی همون تیز آمدن میگیرن، همون نشانه های دیگر، همون ده نشانه دیگر. فتظهر على اثرها في تتابع سریع، یعنی پی در پی تیز همون نشانه آمدن میگیرن. خروج الآيات بعضها على اثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. رواه الطبراني. میگه پیغمبر صلی الله علیه و میگه که وقتی که همین آمدن، همین چیا که برآمدن، نشانه ها که برآمدن، پس یک آنها پی، یعنی که پی در پی می آیند، مثل که یک چیره همین چی میگم، مثل تسبیح است. اگر تسبیح ایخل چکنی همون از بالا با پیان کنی، همون سنگکا تیز حرکت میکنن. میگه همین خیل حرکت میکنن، تیز ظاهر میشون، پیدا میشون. رواه الطبراني در معجم کبیر اوسط. قال ابن حجر میفرماید وقد ثبت ان الآيات العظام مثل السلك اذا انقطع تناثر الخرز بسرعه. خیلی ابن حجر میگه که یعنی که بیشتر به ما شرح میده فتح باریک، میگه که مثل یک یک ریسمان، در درون ریسمان همون چیکای تسبیحن، وقتی که ریسمان کند همون چیکای تسبیح میکشی سنگکا، همون چه تیز می افتن، همه خیلی روز قیامت یک تشکی افتاد، پس در پس دیگه آمدن میگیرن. پس گفتیم علامات الکبرى تنقسم الى قسمین. علامات های بزرگی، نشانه های بزرگی چی روز قیامت به دو قسم تقسیم میشن. یکمش علامات هایی که آن را مؤمنان میبینند، علامات هایی که نشانه هایی که دیمش گفتیم نشانه هایی که لا یراها الا الکفار، نشانه هایی که آنها را فقط کافران میبینند. یکم نشانه چی گفتیم؟ علامات هایی که او را مؤمنان میبینند در همون ترتیبی زمانیش، در ترتیبی چی؟ ترتیبی که پای در پای میگویند. بعد گفتیم چی؟ یکمی که ترتیبی که مؤمنان او را میبینند مؤمنان، این پیدایش دجال. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که فيما رواه عنه حذيفة ابن أسيد قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. خیلی حدیث گفت اومد گفت که چی؟ برآمدن دجال، برآمدن دجال. و باز در حدیث دیگر می فرماید که قوله فيما رواه عنه النواس ابن سمعان قال ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا قال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم. گفت پیغمبری خدا روزی گفت که درباره دجال، یعنی دجال پست و بلند کرد، یعنی که شأن دجال بالا برداشت که چه فتنه چی دارد، مردی پست است و چه وای فتنه، یعنی که فتنه سختی دارد و یعنی که ترسیدن. حتی ظنناه فی طائفة النخل، گمان کردیم که در یک طایفه است، از همون طایفه، همون یک طایفه مردمی. فلما رحنا الیه عرف ذلك فینا، وقتی که به همونجا رفتیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فهمید، دانست که ما چی برای همون رفتیم. فقال ما شأنكم؟ چیکار میکنید؟
فقلنا یا رسول الله ذکرت الدجال، گفت دجال ذکر کردیم، درباره او را بلند برداشتی و پس زدیم، گمان کردیم که در همین طایفه چیه، یک طایفه نموش نخلی، از همونجا گمان کردیم. فقال غیر الدجال اخوفنی علیکم، گفت که غیر دجال من از شما از دیگه چیز نمیترسم، برای دجال خیلی فتنه بزرگی دارد برای چی مسلمانان. این یخرج و انا فیکم، گفت اگر که براید که من با شما همراهی شما باشم، فانا حجیجکم حجیجه دونکم، من بر ضد او میبرایم، یعنی که وقتی که من که باشم من از شما دفاع و پشتیبانی میکنم. و این یخرج و لست فیکم فامرؤ حجیج نفسی، اگر که من وقتی که برآمد و من نباشم، پس هر یک نفری از شما چی است؟ خود را حمایه کند، نفس خود را حمایه میکند. والله خلیفتی علی کل مسلم اذا شاب قطة عینه طافئة. گفت والله خلیفتی علی کل، خداوند شما را نگه دارد هر یک مسلمانی که مسلمانی چی است؟ مسلمانی جوانی که اون درباره اون چی میگه؟ عینه طافئة، چشم او چی است؟ پوچ است، یعنی که چشمش پوچه، که انی اشبهه بعبد العزى من القطن، یعنی گویا که من همون را مانند بکنم به یک مردی که نامش عزى ابن قطن در همون چین یک غلامی به در همونجا مانند همو گفت من همون را مانند بکنم. فمن ادرکه منکم، کسی که از شما دجال دریاب کرد، پس فلیقرأ علیه فواتح سورة الکهف، پس بخواند در همون وقتی که دیدنش اولی سوره کهف را، انه خارج خلت بین الشام والعراق، وی دجال گفت می براید بین شام و عراق، فعاث یمینا و عاث شمالا، پس راست می رود و چپ می رود، یعنی همه جا را می گردد. یا عباد الله فثبتوا، خداوند گفت که پیغمبر گفت که ای بندگان خدا ثابت باشید، استوار باشید در چی؟ در ایمان خودتان. قلنا یا رسول الله و ما لبثه فی الارض، گفت که چند قدر در زمین می ایستاد، یعنی زیست و زندگی میکند. قال 40 یوما، گفت 40 روز زندگی میکند در زمین. یومی کسنه، گفت روز مثل یک سال، مثل چین، مثل یک ماه. یک روز مثل یک سال، و یک روز دیگر مثل یک ماه، یک روز دیگر مثل یک هفته، و دیگر روزها مثل هر روزهایی که ما زندگی میکنیم. فقلنا یا رسول الله، گفتیم ای رسول خدا، فذلك اليوم الذي كسنه، پس همون روزی که مثل یک سال است، اتکفینا فیه الصلاة اليوم. پس بین یعنی صحابگان وقتی که همین سخن گفت پیغمبر خدا که یک روز مثل یک سال است، گفت که مباشرتاً نایستادن و پرسیدن که نماز را ما چی خیل بگذاریم، یعنی از یگان نپرسیدن، فقط از چی پرسیدن؟ از نماز پرسیدن که ما نماز را چی خیل بگذاریم. قال لا اقدر له قدره، گفت که نه، امون مقدار معین از ساعت ها را حساب کنید و از روی ساعتی که چی خیل شما میگذارید در یک روز همون قدر حساب کنید و همون خیل نماز را گذاشتن گیرید. مثلا بعد شام خفتن یک ساعت، یک نیم ساعت فرق دارد. شام که خوندید بعد یک نیم ساعت خفتن هم خیلی، مثلا خفتن که خوندید بعد چند ساعت بامداد هم خیلی ساعت خط حساب کنید و تغییر شد چه نکنید. قلنا یا رسول الله و ما اسراع فی الارض، گفت چه خیل در زمین او تیز میشتابد، همه جا را تیز یعنی که سیر و گشت میکند. قال کالغیث استدبره الریح، مثل یک شمالی هست که مثل یک چی است، یک همون چی میگن، چی بحر، چی همون چی میگن، سفیدی های بحر چه خیلی شمال وای میبرد، همون خیل وای چی تیز میرود. فیأتی علی قوم فیدعوهم، پس پیش قوم می آید و دعوتش میکند، پس ایمان میارن به او و قبول میکنن دعوت او را. فیأمر السماء فتمطر، امر میکند آسمان، فآسمان باران میبارد. زمین امر میکند، زمین چی حاصل میدهد. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغ ضروعا وأمده خواصر، یعنی که خلاصه همه چیزی که در چی میگه در دنیا، یعنی سخن او را در زمین نمیاد، با اذن خداوند همه چیز زمین میبرد و حاصل خیز میشود، همه میوگی و همه چیز پیدا میشود. ثم یأتی القوم فیدعوهم، پس پیش قوم میآید و دعوتش میکند. فیردون علیه قوله، پس سخن او را گوش نمیدهند. فینصرف عنهم، پس از آنها میرود.
فيصبحون مملحین ممحلین لیس بأیدیهم شیء من اموالهم. وقتی که آنها سخن او را دعوت او را قبول نمیکنند، وقتی که پیش آنها که میرود همه مال و همه ثروتمندی که دارند، همه سبزی و خورمی که در چی است در باغهای آنها، مالای آنها همش میرود از چی؟ همش میرود نیست میشود. و یمر بالخربة فیقول لها، پس وقتی که به جای خرابدار میگذرد، به جای خرابدار میگذرد، در جای خرابدار چیز؟ در جای خرابدار امر که میکند همه چیز یعنی که زمین حاصل خود را میبرد، همه کنز و کنوزی که دارد به زمین میبرد، همه زمین یعنی که حاصل خیر میشود به جایی که میگذرد. ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضرب بالسيف، پس یک مرد را امر میکند که اون مرد مؤمن سخن او را رد میکند، پس به شمشیر و دو پاره میکند. پس میگوید که چی؟ لذتین رمت الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتحلل. ثم وقتی میگوید جمع شو، پس جمع میشود و يتحلل وجهه يضحك، پس وقتی که کلمه شهادت میگوید و میخندد. فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مریم، در همین حالت بود که در همین کشتن همون جوان که خداوند عز وجل کی را میفرستاند، عیسی علیه السلام، وقتی که عیسی میفرد از یک مناره سفید شرقی دمشق، در شرق دمشق میفراید، بین مهرودتین و واضعا کفیه علی جهت الملکین، پس دو کفی خود را، دو دست خود را در برای دو ملائکه مانده، دو ملائکه از دو طرفش او را به زمین میفرارند. اذ تأتأ رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، یعنی که از زیبایی از چی؟ یعنی که سرش وقتی که میجنباند زیبایی وی روی وی چی بود؟ مثل یک لؤلؤ جمال داشت. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي ترفه. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي ترفه فيسلبه حتى يترك بيان الوان فيقتله. وقتی که خداوند وقتی که عیسی علیه السلام دجال ببیند، خلاصه گپ کنه من اخذ درباره دجال و یا میکشد دجالا. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوما قد عصمهم الله منهم، پس نزد قومی میاد که خداوند آنها را از شر بدی شیطان حمایه کرده است. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه، پس پیش هم مردم میاد آنها را روی آنها را با دست خود میشکد، با آنها سخن میزند و درجات یعنی درجه های آنها را در جنت به آنها را بیان میکند. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحدهم بقتالهم فحرز عبادی الى الطور. پس در همین حالت بود که خداوند چرا میفرارد؟ میگه یک امون یعجوج و ماجوج فی میفرارد، لی لا عبادا لی لا یدان لاحد بقتالهم، یعنی که خداوند بنده های ظاهر میکند که یگان کس با چی با آنها زوری آنها که قوت آنها نمیرسد. فخرز عبادی الى الطور، پس بنده های مرا بگی و به پیش چی توری یعنی کوی سینا، امون توری سینا بر یا که یک کو بر که آنها از چی از امون چی حمایت شوند. این گفتیم چی بود؟ حالا یک نشانه یکمی که نشانه چی فرامدن دجال. نشانه دوم گفتیم، نشانه دوم چیست؟ نشانه دوم فرامدن عیسی علیه السلام. برای الله عز وجل میفرماید و قولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزا حكيما. خي آياته درباره عيسى عليه السلام. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون خلاص وإنه لساعة فلا تمترون إن هو إلا عبد أنعمنا وجعلنا بني إسرائيل ولو شأنه. خلاصه عند برای عیسی علیه السلام فرامدن عیسی علیه السلام قال ابن عباس في تفسیر این آیات گفت که و انه لعلم للساعه، ای در این آیات میگه لعلم للساعه ای خارج شدنی و که برآمدن ظاهر شدنی پیدا شدنی عیسی علیه السلام قبل یوم القیامه، پیش از روز قیامت، یعنی عیسی علیه السلام میفرد برای کشتن دجال. و قرطبی میگه که و یؤید هذا المعنى قراءات اخرى و انه لعلم للساعه، ای این یک علامتی است برای روز قیامت که همون در قرائت دیگه میگه و انه لعلم و لعلم للساعه،
ای اماره و دلیل علی وقوع الساعه، ای دلیل برای واقع شدن روز قیامت، همین فرمودن عیسی علیه السلام. خلاصه در حدیث دیگر می‌فرماید که دل على نزول عیسی ابن مریم قوله فيما رواه عنه ابو هريره رضی الله عنه. ابو هريره روایت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند والذي نفس محمد بيده لا يشكن ان ينزل فيكم ابن مریم حكما وعدلا. گفت که الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که قسم به ذاتی که نفس من جان من در دست اوست، لا يشكن ان ينزل فيكم ابن مریم، زود است که یعنی که به نزد شما عیسی علیه السلام میفراید همچون حاکمی عدل، فیکسر الصلیب، پس صلیب میشکند، صلیب یعنی کریست میشکند و میکشد همه خوگها را، و یضع الجزیه و جزیه یعنی که همون جزیه را میگذارد درباره کافران، و یفیض الماء حتی لا یقبله احد، و مال افزایش مییابد که یگان کس او را قبول نمیکند، حتی تکون سجده واحده خیر من الدنیا ما فيها، حتی یک سجده که انسان یک بار سجده میکند بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است. این حدیث روایت کرد بخاری و مسلم. پس درباره درباره قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره انبیاء اخوه لعلات امهاتهم شتى و دینهم واحد و انا اولى الناس بعیسی ابن مریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که همه پیغمبران برادرند، لعلات امهاتهم واحد و دینهم، یعنی که مادرای آنها لعلات امهاتهم شتى، مادرای آنها یعنی هر کس هستند، یعنی هر مادرای آنها یعنی دیگرگون هستند ولی دین آنها یک است. و من بهترین نزدیکترین آدمی هستم به عیسی ابن مریم، لانه لم یکن بینی و بینه نبی، برای چی؟ برای که بین من و بین عیسی علیه السلام یگان پیغمبری نبود. و انه نازل و یعنی که میفراید فاذا رایتموه فاعرفوه، پس وقتی که وی را دیدید پس او را میشناسید. رواه احمد و حاکم، در حدیث احمد و حاکم. و قوله صلی الله علیه وسلم في حديث نواس ابن سمعان السابق فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند منار خیلی گفتیم در امون وقت میفرد رواه امون حدیثی گفتیم مزیم. سیل نشانه گفتیم چی؟ خروج یعجوج و معجوج، برآمدن یعجوج و معجوج. برای الله عز و جل میگوید که در سوره انبیاء 96 آیت حتى اذا فتحت یعجوج و معجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. میگد که حتی اذا فتحت، وقتی کشاده شد یعجوج و معجوج و هم از همه جا ینسلون می آیند، از هر یک کنج دنیا می آیند، از کنج همون چیام کوه. و اقترب وعد الحق، و روز قیامت میگه همون وعدی که خداوند داده بود حق شد. و فاذا شاخصة ابصارهم ابصار الذين كفروا، پس چشمان آنان کافر شدند، یعنی که خیلی میبرند از همون دیدنی از آنها. خلاصه در حدیث دیگر میفرماید که حدیث نواس بن سمعان و یبعث الله یأجوج و ماجوج و هم من كل حدب ینسلون، گفت که خداوند عزوجل یعنی که پیدا میکند چرا یأجوج و ماجوج آزاد میکند در همون کوهی که هستند، آنها از همه کنج همون کوه برآمده می آیند. فیمرون اوائلهم على بحیره طبریه، پس اولی آنها هم بسیاری هستند که اولی آنها وقتی که میباید یک بحر است در نزد آنها نمش بحر تبریه، اولی آنها وقتی که در درون بحر میدراید فیشربون ما فیه، همون اولی که میدراید همون اولی که اونا هستند، یعنی که همون آدمای پیش همون چای که پیش میروند در بحر میدراند، آخرش میاد میگه که آخرش میبیان همون بحر نمیروا، بحر همش نوشیدن همون آدمایی که همون چای که پیش بدن یعجوج و ماجوج که از پیش بدن. و یمر آخرون فیقول، همون آخرانش میبیا میگه لقد کان بهذه مر ما، میگفتن که چی در همین دریا در همین بحر بود جوش دم بحر از دستی که بسیاری هستند. اولی آنها وقتی که میدرد همون بحر همش مینوشند همون دریا را. رواه مسلم، امام مسلم. پس گفتیم نشانه چهارم چیست؟ برآمدن آفتاب از چی؟ از مغرب، نه از مشرق، یعنی عکس. پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماد اتدرون این تذهب هذه الشمس، پیغمبر گفت که میدونید که این شمس آفتاب کجا میرود؟ ان هذه تجری حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش، گفت که میدونید که این شمس آفتاب کجا میرود؟ گفت آفتاب میرود حتی نهایه تا که در زیر عرش خداوند فتخر ساجدا،
پس امین آفتاب میراد در زیر عرش خداوند و سجده میکند. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعی، تا خداوند به آفتاب اجازت ندهد، رخصت ندهد که ببرا، آفتاب نمیبراید. ارتفعی ارجعی من حیث جئتی، پس میگه خداوند که بازگرد، از کدام جایی که برآمدی به همون جا برو، باز همون جا ببرا آفتابی که با در اینجا بیا در مغرب با بشین. هی فترجع فتصبح طالعه من مطلعها، پس میراد به همون جایی که میبراد، از همون جا باز میبراد آفتاب، هر روز خیلی ما میبینیم باز همونجاش میبراد. ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش، باز میبرد در همون جای خود، جایگاه خود که وای تحت عرش خداوند است، در همونجا سجده میکند. فلا تزال كذلك، همچنین میگه همین قسال و همین قسالای دراز، همین هزار ساله و میلیون ساله هم خیلی میراد و میبیاید. حتی یقال لها، حتی گفته میشود از جانب خداوند که ارجعی من حیث جئتی فترجع فتصبح طالعه من مطلعها، پس باز میگردد که برام سوی همون که از همون جایی که میبرایی به همون جا برو، پس باز میگردد و آفتاب میبرد. ثم تجری لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها، پس باز می آید و به همون جای خود می نشیند و در زیر عرش. فیقال لها ارتفعی اصبحی طالعه من مغربک، پس خداوند میگوید که برا، ولی از جایی که اولینه می برآمدی نه، از جای عکس، از جای درآمدی خود ببرا، یعنی که از جایی که آفتاب میشیند از همون روز قیامت آفتاب می براید. فتصبح طالعه من مغربها، پس می براید، طلوع میکند از کجا؟ از مغرب، از همون جایی که میشیند. اتدرون متى ذاکم، آیا میدانید که این کار کی میشود؟ حين لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل، در آن حالتی که برای انسان لا ينفع نفس ایمانها لم تكن، برای انسان یگان چیز فایده و سود ندارد مگر در آن وقتی که پیش از این برآمدن این آفتاب از مغربش ایمان آورده باشد. بعد این ایمان یگان کس قبول نمی شود، توبه یگان کس قبول نمی شود. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا که یگان چیز خیری که میکند قبول نمی شود اگر که آفتاب از مغربش برآمد. رواه مسلم، امام مسلم روایت کرده است. بعد در حدیث خود میفرماد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که لا تقوم الساعه حتى تطلع شمس من مغربها، روز قیامت برپا نمی شود تا آنی که آفتاب از جای نشست خود نبراید. فاذا طلعت من مغربها، وقتی که از مغربش از جای نشستش آفتاب برآمد. و رآها الناس آمنوا جميعا، وقتی که مردم دیدن که آفتاب از جای نشست خود برآمد همه ایمان می‌بیارند. فذلك حين لا ينفع نفس ایمانها، در این حال، در این صورت، در این مورد یگان ایمان فایده دیگر ندارد. کسی که ایمان از پیش آورده نبود دیگر فایده ایمان از پیش، یعنی که ایمانی که دیگر بعد این کسی ایمان بیارد یا کاری خیر کند قبول کرده نمی شود. آن کسی که پیش ایمان آورده بودن و عملی نیک کرده بودن آنها از ایمان خود و عمل خود بهره میبرند. رواه بخاری و مسلم. گفتیم نشانه پنجم گفتیم چی؟ خروج الدبه، برآمدن همون حیوان بزرگ جثه. الله عز وجل در سوره نمل میگوید 80 آیت: و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقتی که همین سخن خداوند که اجرا شد، یعنی که امر کرد خداوند، اخرجنا لهم دابة، خداوند برای آنها یک دابه، یک حیوان بزرگ جثه را از زمین میبرد که همون حیوان به آدمان سخن میزند. آدمانی که بر روز قیامت به آیات‌های خداوند ایمان نداشتند، یقین نداشتند. در حدیث دیگر می‌فرماید که ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، یکمین آیات‌هایی که نشانه‌هایی که پیش از همه ظاهر می‌شود میگوید این آفتاب برایش از جای نشستش و برآمدن همین حیوان بزرگ جثه به نزد مردم پگاهی می‌براید. فآیتهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قریبا، یعنی کدام از اینها که اگر پیش که برآمد دوم نشانه او پی در پی او میبراید، یعنی از پس او میبراید. رواه احمد و مسلم و ابو داود. علامتی گفتیم نشانه ششم چیست؟ همون دخان، همون دودی که میبراید. در سوره دخان، سوره دود، خداوند در آیت 10 میفرماید: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
گفت که منتظر شوید روزی است که از آسمان چی میبراید؟ یک دودی آشکار و دودی چی میبراید. شتولی که پیغمبر میفرماید در حدیث خود میفرماید ان ربکم انذرکم ثلاثا، هر آینه خداوند پروردگار شما را 3 بار بیم داد. الدخان یأخذ المؤمن كزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. گفت که همین دخان، همین دودی که می آید، مؤمن میگه یک نفس از او میگیرد، یک نفس یعنی که یک نفس میکشد با همین خداوند جان مؤمن را با آسانی میگیرد. ولی وقتی که کافر از اون دود یک نفس میگیرد، کافر ورم میکند، جسم او ورم میکند، حتی یخرج من کل مسمع منه، حتی که از جای صراخی وی دود میبراید، از ورم میکند و دود میبراید. و ثانیه دبه، و دویم گفتیم چی؟ همون حیوان بزرگ جثه‌ای که میبراید. و سوم گفتیم چی؟ دجال. رواه ابن جریر الطبری و اسناده جید. هشتم گفتیم گفتیم چی؟ 6 تا بود. گفتیم دویم نمودی که گفتیم که این یکم نمودی بود که مسلمانان این را میدیدند. دویم نمود نشانه هایی که لا یراها الا الکفار، نمیبینند این نشانه ها را مگر کافران. این نشانه ها 4 نشانه هستند. این نشانه ها 4 نشانه هستند. یکم گفتیم خسوف، 3 خسوف، 3 بار زمین به درون فرو می رود. خسف گفتیم فرو روی زمین در مشرق و در مغرب و در جزیره عرب. 3 تا علامت دیگر گفتیم. و علامت الاخیره گفتیم نشانه آخران این چی است؟ آتشی است که از قعر عدن او من المشرق لتسوق الناس الى ارض المحشر. آتشی که از عدن، از قعر عدن، یعنی که از یمن، در یک روایت از یمن می براید مردم را، یعنی که همچون تیله می دهد یا تکان می دهد یا در یک جا آدم را جمع می آورد. اون جای چی است؟ محشر است. و هذه نشانه های 4 دلالت میکنن به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم الذي عدد فيه العلامات العشر الكبرى و ذکر فيها. همین حدیثایی که در بالا گفتیم، همین 10 تا را در بر میگیرید. گفتیم یک فروبری زمین در طرف مشرق، یک فروبری زمین در طرف مغرب، یک فروبری زمین در جزیره عرب. و آخر ذلك نار تخرج من اليمن. آخران اینها آتشی است که میبراید از طرف یمن که مردم را به جای محشر جمع آورد. رواه مسلم. این بود علامت های روز قیامت که انسان باید پیش از این علامت ها توبه و ندامت کند، روزه و نماز گزارد، توبه صادقانه کند. اگر که توبه نکند، اگر این روز آفتاب از جای خود براید، از جایی که می نشیند، پس یگان فایده ندارد، نه کاری او نه ایمان او بعد این روزی که می براید. برای همین ما باید تیار شویم. برای چی؟ برای همین روز ما باید توشه آماده کنیم. توشه ما از چی بارت است؟ از چی؟ از کاری نیک. کاری نیک چی در بر میگیرد؟ نماز، روزه، ذکر، حج رفتن، صدقه، همه کارهای نیکی که است ما باید اجرا کنیم که خداوند آنها قبول کنه. روز قیامت در چی؟ در دوزخ نسوزیم که ما آتش دوزخ، طاقت آتش دوزخ را نداریم. و به همین به خاتمه میرسانیم و التجا داریم از شما که امینا را گوش کنید. و اینا برای گوش کردن و فراموش کردن نیستن. اینا باید انسان از این علامت ها و نشانه ها باید انسان پند بگیرد که روز قیامت خیلی خیلی نزدیک شده است و ما در همین وقت ها خیلی منتظر همون هستیم که کی می شود روز قیامت. یکم علامت های روز قیامت می شود و پس این 10 تا نشانه ها می برایند پی در پی و انسان باید برای این تیاری بیند. السلام علیکم.